ای نسخه نامه الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی. بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. سلام به همه پلی‌تکنیکی‌های عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه، در سلامت کامل باشید و هر روز به اهدافتون نزدیکتر بشید. امروز در خدمت آقای دکتر حسنی از اساتید محبوب و دوست داشتنی دانشکده مهندسی انرژی هستیم که یه گفتگوی خیلی خودمونی دوست داشتنی داشته باشیم راجع به حالا در واقع این مسیری که آقای دکتر تا الان حداقل طی کردن صحبت کنیم، از تجربه هاشون در واقع برامون بگن و یه گفتگوی خیلی خوب داشته باشیم. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید. منم به شما و همه بینندگانتون سلام میکنم و خیلی ممنونم و خوشحالم که در خدمتتون باشم. مرسی از شما. آقای دکتر، قبل از اینکه اصلا وارد گفتمانمون بشیم یه زحمت میکشید یه بیوگرافی از خودتون به ما بگید؟ بله. خب امین حسنی هستم، عضو هیئت علمی در پژوهشکده انرژی شریف و دانشکده مهندسی انرژی امیرکبیر. من سال 88 وارد رشته کارشناسی شدم. کارشناسی وارد رشته مهندسی مکانیک شدم توی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف. مقطع ارشدم هم همون مهندسی مکانیک خوندم دانشگاه شریف و بعدش یک سال کار کردم توی دانشگاه، تو آزمایشگاه‌ها و اینها و 1395 وارد دکترا شدم رشته مهندسی انرژی باز دانشگاه شریف و بعد هم که تموم شد دیگه در خدمت شما بودیم تو دانشگاه. انگار آقای دکتر شما بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید اولین تجربه تدریستون رو در دانشگاه امیرکبیر تجربه کردید، درسته؟ اولین تجربه تدریس من اونجا بوده و خیلی برام شیرین بود. خیلی شیرین. چی شد که اصلا یک دانشجویی که 0 تا 100 بخوایم در نظر بگیریم از دانشگاه شریفه مسیرش به سمتی رفت که استاد دانشگاه امیرکبیر بشه و اینقدر محبوب بشه؟ این که لطف شما به بچه هاست. والا خب من فارغ التحصیل که شدم از مقطع دکترا، من همیشه کار با دانشجو دانشگاه رو دوست داشتم. یعنی یکی از اصلا شغل‌های مورد علاقه‌ام بوده کار با دانشجو، تو دانشگاه کار کردن، کار آکادمیک و اینها. و خب از دانشگاه که فارغ التحصیل شدم، هنوز چند وقت بود دکترام تمام شده بود، با استاد راهنمام مقطع دکترام که میرفتم پیشش، حالا ما رابطه کاریمون هم هنوز داریم، هنوزم شاگرد ایشون هستم یه جورایی، میرفتیم پیشش بهش مثلا مشورت میگرفتم که چیکار کنم و اینها. دکتر ملکی به من گفتن که دانشکده انرژی امیرکبیر خب یه دانشکده انرژی که نسبتاً تازه تأسیس هست داره، شما میتونی بری اونجا و حالا درس برداری ببینی که مثلا چجور پیش میره اوضاع. و خب لطف کردن معرفی کردن و من هم از ترم بعدش توی دانشکده درس گرفتم و خب دانشکده هم خیلی با روی باز و خوبی پذیرا بودن، دستشون درد نکنه. مرسی از شما. همین واسه سوال، اصلا کلا تجربه اوله چطور بود؟ خیلی باحال بود. آیا تفاوتی بین امیرکبیر و شریف احساس کردی؟ من نداشتم قبلش تفاوتی بین شریف، یعنی درسی بین تو شریف نداشتم، نمیتونستم مقایسه کنم. خودم تو شریف درس خونده بودم. کلاس من کلاس خوبی بود. سال 402 با بچه‌های ورودی 402 کلاس مبانی اقتصاد، کلاس هم 7:30 صبح بود. خداییش خیلی ظلم بود به بچه‌ها، 7:45، ولی خیلی خوب بود. یه شانس هم بود که بچه‌های باحالی بودن، یعنی خیلی کلاس فان و باحالی شده بود و واقعا لذت بردم از کلاسشون. درسته. شاید مثلا جو کلاسی که کمتر خودم تو شریف دیده بودم تجربه کردم و مثلا بچه‌ها باحالی بودن. مثلا توی کلاس چیزای خارج درسی هم داشتیم، بحث‌های باحالی هم داشتیم، موضوعات مختلف و اینها. متوجه شدم. خیلی خوب، اگه موافق باشید بریم سراغ سوال اول. خب آقای دکتر، من میخوام تو سوال اول هم شاید برگردم به بخشی از صحبتایی که تو قسمت اول با هم داشتیم. ما با بچهای شاید مثلا تعدادی محدود، مثلا با بچهای کارشناسی مهندسی انرژی صحبت میکردیم. کلاس های شما برای بچه‌ها یه جذابیت خاصی داره. در واقع تک و تک فیدبک میگرفتیم، بچه‌ها کلاس شما رو دوست دارن، شخصیت شما رو دوست دارن. میخوام بدونم به عنوان استاد شما
خودتون واقعا میدونید چه متدی رو استفاده کردید، چه کاری میکنید که باعث این شده که اینقدر بچه‌ها احساس نزدیکی به شما داشته باشن و بعد شده به خاطر کلاس‌های شما شاید دوست داشته باشن حتی بیان دانشگاه؟ خیلی واسه خوشحالی من اولا واقعا خدا رو شکر میکنم و خیلی خوشحالم که بچه‌ها راضی ان، دوست دارن اینها. راستش متد خیلی خاصی سعی نکردم پیدا کنم. دوست داشتم کلاس اینجوری باشه، یعنی به تجربه تدریس خودم، به تجربه تحصیل خودم دوست داشتم که مثلا کلاسام گرم باشه، فضا صمیمی باشه، شوخی داشته باشیم سر کلاس، موضوعات غیر درسی گاهی اوقات بحث بشه و بیشتر همینه. یعنی سعی نمی‌کنم که مثلا بگم حالا من از روش خاصی، متد خاصی دارم پیگیری میکنم و اینها. فقط سعیم اینه که کلاسامو با بچه‌های جو صمیمی رو نگه دارم، که چون درس‌ها بعضی وقتا حجمش زیاده، درسایی که من دارم یا مثلا ممکنه مفاهیم پیچیده‌تری باشه، ریاضیش کمتره، بیشتر مفاهیم تئوری و اینهاست. مثلا اینکه حوصله سربر هم نباشه، اینها رو دوست دارم. بعد خودم لذت میبرم راستش، یعنی که همش بخوام درس بدم هی مثلا صرف اینجور چیزا باشه خودم لذت نمیبرم. ولی وقتی یه ذره بگو بخند باشه سر کلاس، موضوعات غیر بحث بشه، بعد خودم لذت بخش دارم. شدم. بعد اصلا دکتر یه سوال، شما خب شاید بیس علمیتون مکانیکی بوده و بعد وارد فضای انرژی شدید، الان با بچهای مهندسی انرژی کار می‌کنید. کلا اصلا خود رشته انرژی رو چطور می‌بینید؟ رشته انرژی خب رشته نسبتاً جدیدیه دیگه. نه. یعنی خب ما هم که اولش مکانیک می‌خوندیم، من تا سالها کلاً انجینیرینگ صرف و مهندسی مکانیک، به خصوص من که کارم موتوری بود، موتور احتراق داخلی، عادی هوا اینها بود. ولی رشته مهندسی انرژی خوبیش اینه که خیلی اینتردیسیپلینری و میان رشته‌ایه و بچه‌هایی که رشته انرژی هن همه چیزو میتونن ببینن. از مهندسی مکانیک ببینن، از برق ببینن، از مهندسی شیمی ببینن، اقتصاد ببینن، مدیریت ببینن، علوم انسانی ببینن، همه اینا رو میتونن ببینن و این خوبه و اون چیزی که دوست داشته باشن میتونن بعداً توش دیپ بشن. از این نظر میتونه خوب باشه. گرچه که الان ممکنه قطعاً یه مهندس انرژی مثلا به اندازه مهندس مکانیک توی یه سری موارد دیپ نمیشه، مثلا چه میدونم طراحی اجزای یک ماشین و اینها، ولی کارش هم کار چیز دیگه ایه. مهندس انرژی خوب حوزه و کارش فرق میکنه. یعنی شما با این جمله موافق هستید یا نیستید که میگن آقا مثلا مهندسی انرژی نباید کارشناسی طرف بخونه، باید کارشناسی مثلا یک صرف مثلا یا مکانیک بخونه یا شیمی یا برق و در مقطع‌های مثلا بالاتر بره وارد سیستم‌های انرژی بشه؟ شما با این موافقید؟ صرفش نه، خیلی نمیتونم روی نظر بدم، ولی به نظرم بچه‌هایی که کارشناسی مهندسی انرژی خوندن بچه‌های موفقی بودن و مثلا کارهای خوبی هم تونستن بکنن اتفاقا. حالا اینکه صرفاً حالا من چون خودم مکانیکی بودم، حالا مثلا مکانیک بخونیم بعد بریم انرژی، خب باز شاید از یه لحاظی بهتر باشه، بچه‌ها درس انجینیرینگ و مهندسیشون رو بیشتر خونده باشن. ولی خب یه سری چیزا رو هم نخوندن دیگه، مثلا یه سری موارد، چون توی رشته مکانیک حالا مثلا بچه‌ها خیلی ممکنه نرن سمت تجدیدپذیرها، ممکنه نرن سمت اقتصاد که هیچ یاد نمیگیرن، نرن سمت خیلی چیزهای دیگه. ولی بچه‌های رشته انرژی معمولا همه چیزو میبینن، یه ذره مهندسی شیمی یاد میگیرن، فرآیندها رو یاد میگیرن و این به نظرم نمیشه صرفاً گفت خوبه یا بده. وجودش مشکلی نداره، خوبه. و شما بچه‌هایی که تا الان توی این 2-3 سال که باشون کار کردید، بیس و بنیه بچه‌های مهندسی انرژی چطور می‌دیدید؟ بچه‌هایی که من باشون کار کردم خیلی خوب بودن. یعنی اصلا قوی بودن. دیدید که نه مثلا با دانشجو مکانیک صرف کار می‌کردن شاید کار با کار فرق داره. مثلا من اگه بخوام برم روی خودرو کار بکنم، رو موتور خودرو، قطعاً بچه‌های مکانیکی که بیسشون هم موتور کار کرده باشن قوی‌تر میتونن ظاهرشن، چون درسشو خوندن. ولی نکتهش اینه که تو همون دانشکده مکانیکش هم خیلی‌ها این کارو نمیتونن بکنن، چون اصلا نمیرن دنبالش. نکته اینه که اون کسی که هست حاضر باشه بره دنبالش، یادش بگیره، چون ما اکثرا کارهایی که میکنیم کمتر ربط داره به درسایی که میخونیم. حداقل خود من اینجوری بودم، به جز یکی دو تا درس که مثلا شاید بعداً به کارهایی که کردم ربط داشت، بقیه‌شون ربطی نداشتن. یعنی آخرش اون طرف خوش باید بره ریسرچ کنه، بخونه، 2 تا کتاب اضافه بخونه، 2 تا کورس آنلاین نگاه بکنه، مقاله بخونه اینها، و بنابراین خیلی فرقی نیست و اون بیس علمیه رو همه بچه‌ها دارن، بعد مکانیکی باشه، انرژی باشه،
دارنش و مهم اینه که اون بتونه بره اونو یاد بگیره، که چون بچه‌های قویین اکثرا میتونه. پس نمیتونی به رشته محدودش کنی. دانشجو اگه واقعا خودش دانشجو باشه میتونه توی حتی خود اصلا ربط اون چنانی به رشته، نمیگم رشته مهم نیستا، مهمه ولی مثلا خیلی کم، درصدش کم، مهم خود فرده. متوجه شدم. خیلی خب اگه موافق باشی بریم سراغ سری سوالای بعدیمون. خب آقای دکتر، یک سوالی داریم، حالا شاید بیشتر از فضای سوالای دیگه‌مون یه خورده فاصله داره، مربوط به تخصص کاری شماست. می‌خواستم بپرسم شما تو چه حوزه‌ای کار می‌کنید؟ حوزه تخصصتون چیه؟ حالا در واقع اپیزودو شاید همه رشته‌ها ممکنه ببینه، از برقش ببینه، از شیمی ببینه. سوالی که هست اینه که اصلا کدوم بچه‌ها میتونن با شما کار کنن؟ آیا فضاش هست؟ آیا شما استقبال می‌کنید که بچه‌ها بخوام با شما کار کنن؟ خیلی عالی. خب من چون از مکانیک بعدن اومدم انرژی، در واقع فضای کاریم هم دو تیکه است. یه بخشش هنوز تو همون فضای مکانیکیه که قبلا بودم، یه بخشش هم که فضای مهندسی انرژی. خب من تقریبا از سال 92-3 رو آلودگی هوا، یعنی وقتی دانشجو بودم رو آلودگی هوا کار میکردم. آلودگی هوا از منابع متحرک، خودروها، بحث اندازه‌گیریش، یه سری مدل سازی‌های خاصش و اینجور مسائل، اندازه‌گیری‌های میدانی و کارها هم کارهای اکسپریمنتال آزمایشگاهی و این حرفا. و خب اون رو هنوزم ادامه میدم چون سالها تو این زمینه کار کردم و خب به هر حال یک جایی وجود داره که من توش کار بکنم، در واقع یک رپیوتیشن چیزی وجود داشته، وجود اومده، برای همین اون رو هنوز ادامه میدم و حالا با سازمان‌های مختلف، محیط زیست، شهرداری و اینها کار میکنیم روی اندازه‌گیری آلودگی هوا و اینجور مسائل مربوط بهش. جدای از اون بحثایی که به مهندسی انرژی ربط داره و حتی کانکشن بین این دوتا، یعنی بحث آلودگی هوا و ارتباطش با انرژی از مهندسی انرژی از منظر در واقع سیاست گذاری میشه کنترل آلودگی هوا. اینجا بخش پیش بینی میاد وسط، مدل سازی های اقتصادیش میاد وسط، اینکه مثلا الان چی کار بکنیم 20 سال بعد چه اتفاقی میفته، چنین کارهای سناریو پلنینگ میاد وسط، همه این تحلیل های سناریو میاد، اینا رو کار میکنیم. روی آلودگی هوا، روی سبد سوخت، از اون ور میره سمت بحث امنیت انرژی که حالا من تو کلاس‌های سیاست گذاری و اینا هم خیلی درسش میدم که مشکل روز مملکت هم هستش. روی این موارد کار میکنیم که مثلا هر راهکاری، هر مثلا ایده‌ای که به ذهنمون میرسه، سیاست‌های مختلفی که هست چقدر اثر میذاره از منظر امنیت انرژی، تنوع سبد سوخت و باز ارتباطش با بحث انتشار آلاینده‌ها و این مسائل. و حالا بیشتر این مسائل، یعنی بحث‌های به طور خاص میشه گفت سیاست‌گذاری انرژی، امنیت انرژی، تا یه حدی بحث‌های اقتصادی، از اون ور هم بحث‌های آلودگی هوا و حالا یه ذره انجینیرینگ تر در واقع اندازه‌گیری آلودگی هوا و این حرفا هست. احتمالاً تو آینده سمت رینیوبل ها و اینها هم آروم آروم سویچ بکنیم، مثلا دنیا داره میره، ولی فعلا این هست. و الان مثلا موضوعات روی کاری دارید که مثلا بخواید از بچه‌ها دعوت کنید، مثلا علاقه‌مندی بخواد بهتون ملحق بشه و باهاتون کار کنه؟ بچه‌ها هر سال حالا مراجعه میکنن، بچه‌ها خود دانشکده خودمون میان واسه پروژه هاشون و اینها. آره موضوعات مختلفی هست که بخوان بچه‌ها کار بکنن، مثلا حالا حتی یه سری از بخشای کاری که ما میکنیم تجهیزات میخواد، اینا یکم تامینش زمان بره، باید مثلا یه توافقاتی صورت بگیره با یه سازمانی جایی که این تجهیزاتو داره، مثلا همین اونها یه ذره زمان برتر هست. ولی آره مثلا یه سری کارهایی که انجام میدیم روی مثلا فرض کنید اندازه‌گیری مصرف انرژی خودروهای برقی در شهر تهران، رفتار رانندگی چجوری اثر میذاره، خودروهای هیبریدی تو تهران چقدر مصرف سوختشون کمتره، 30% یا 60% مثلا. بحث این که مثلا ما اگه الان بریم سمت خودروهای هیبریدی 20 سال بعد چقدر مصرف سوختمون کم میشه، این مثلا سیاست گذاری انرژی شونه این حرفا. یا بحث‌های امنیت انرژی مثل ترکیب سبد سوخت، ترکیب‌های بهینه سبد سوخت و این حرفا رو کار می‌کنیم. از اونور بحث‌های اندازه‌گیری هم هست، به فراخور این که مثلا حالا پروژه‌های جور بشه و چون به هر حال میگم تجهیزات میخواد، بودجه میخواد و این حرفا، صرفاً دانشگاه نمیتونه انجام بده. روی مثلا فرض بکنید بریم ببینیم که وضعیت انتشار آلایندگی موتورسیکلت‌ها واقعاً تو تهران چجوریه، یا سعی بکنیم یه دستگاهی رو ستاپ بکنیم، چند تا دستگاه رو به هم وصل بکنیم
یه ماژول اندازه‌گیری درست بکنیم برای اندازه‌گیری ضرایب انتشار ذرات معلق از خودروهای دیزلی. بعد بریم توی تهران ببینیم وضعیت چطوره، چند تا اندازه‌گیری انجام بدیم، مقایسه بکنیم با داده‌های بین‌المللی که هست و خب اینا همه بعد نتایج سیاست‌گذاری میتونه داشته باشه. رو اینجور موارد هست و خب بچه‌ها من استقبال میکنم همیشه که از کمکشون بیان توی پروژه ها دخیل بشن و خب یه هم تجربه خوبی واسه اونا میشه و به من هم کمک میشه این وسط. اجازه داریم ایمیلتون الان اینجوری زیر نویس کنیم؟ آره که بچه‌ها اگه دوست داشتن باهاتون ارتباط بگیرن. خیلی خب بریم سراغ سوال بعدی. دکتر الان در واقع حالا تو همین پروژه‌ای که فهمیدید آخرین کاری که دارید انجام میدید چیه و مثلا میتونید برای خود توضیح بدید؟ اتفاقا یکی از کارهایی که اخیراً داریم کار میکنیم روش با یه مجموعی از بچه‌ها تو زمینه انرژی خورشیدیه، ولی خب ما دنبال سیستم جامع طراحی و مشاوره سیستم‌های خورشیدی داریم طراحی میکنیم به عنوان پروژه و توش هم کد نویسی داریم، بخشای مهندسی انرژی خورشیدی رو داریم، یعنی محاسباتش و طراحیش و همه اینها رو داریم، تحلیل اقتصادی داریم و خب چند نفر از بچه‌ها هم اتفاقا دارن اینجا کار میکنن و چون کار بزرگیه واقعا و احتمالاً نتایج خیلی خوبی هم داشته باشه، من خیلی خوشحال میشم اگه بچه‌های دیگه که علاقه دارن به این حوزه، چه حوزه برنامه نویسی، حالا انواع کدزنی‌ها، حوزه خورشیدی یا حتی بحث‌های اقتصادیشو بخوان کمک بکنن، بیان و مشارکت بکنن و تو این پروژه سهیم باشن. بعد الان اگه تو این موضوعی هم که میگید برای بحث‌های مثلا پروژه‌ای که کار کردید اکثرا پروژه‌های کاری ان و در واقع بچه‌ها میتونن باهاتون در واقع همکاری کنن، پروژه‌های آکادمیکی که بخواد حالا به پیپر و مقاله هم ختم میشه تو اون حوزه کار میکنید و بچه‌ها مثلا تو اون حوزه میتونن باهاتون در واقع کار کنن؟ آره داریم تو اون موارد هم کار میکنیم، ولی خب جدان دیگه بعضی وقتا هم دو منظوره است، یعنی ممکنه یه پروژه نسبتا صنعتی باشه که بشه از توش پیپر هم در آورد، اون دیگه ایدئاله و خب هست، ولی خب هر وقت جور بشه و مثلا بچه‌هایی که کار میکنن معمولا اینه که تو مقاله‌اش هم سهیم میشن. حداقل سنتی بوده که من باش اینجوری درس خوندم تو دوره کارشناسی ارشد دکترای خودم، استادای ما هم همین کارا رو میکردن و خب وجود داره آره تو این، ولی خب حوزه‌هاش مختلفه دیگه، هم میتونه حالا حوزه‌های مهندسی باشه، هم بحث‌های سیاست‌گذاری انرژی، امنیت انرژی باشه، سولار انرژی هستش، یه سریاش، همه اینا وجود داره. خیلی خب بریم سراغ سوالات بعدی. خب آقای دکتر میخوام سوال بعدیمو در قالب 2 صورت سوال بپرسم که یک مضمون رو به در واقع میرسونه. خلاصه این ماجرا اینه که آقا دانشجویی و کلا در واقع اون تایم دانشجویی و دانشجو بودن یعنی چی؟ یا به عبارتی بخوام سوالم عوض کنم، اصلا شما بخواید در واقع دوران دانشجویی خودتون رو در واقع ببینید، اون دوران رو چه جوری میبینید و حتی چه کامنتی میدید که چه کاری رو شاید بیشتر میکردید یا چه کاری مثلا بهتر بود نمیکردید؟ اول کلا دانشجو بودن رو تعریف کنید و یه خورده در واقع برامون راجبش توضیح بدید. تعریف دقیق نمیتونم بگم، ولی دورانیه که میدونید به خاطر فراخور وضعیت سنی و اینا، حداقل الان که من خودم مقایسه میکنم با اون موقع‌ها، اینی که چند تا ویژگی داره. یکی این که اکثرا اینا که میگم جنرال دیگه، حالا ممکنه یکی متفاوت باشه شرطش، ولی اکثرا دغدغه‌های بچه‌ها دغدغه‌ایه که متفاوته با وقتی که مثلا سنشون از یه حدی میگذره، مثلا 31 2 3 سالگی به بعد دغدغه‌ها شروع میکنه عوض شدن. مسئولیت بچه‌ها کمتره، مسئولیت خاصی احتمالاً ندارن توی خانواده یا تو زندگی و اینها، و خب هنوز دغدغه این که حالا خیلی باید درآمد زیادی پول در بیارن و اینها هم نیست، زندگی چرخوندن نیست و انرژی زیاده. نکته دومش اینه که اکثرا بچه‌ها توی شرایط سنی هستن که انرژیشون زیاده و اینا خیلی این دوره رو متمایز میکنه، به خصوص دوره کارشناسی. از بین بقیه دوره ها من اگه بخوام بگم دوره کارشناسی با اینکه فشارش و اینا بیشتره، ولی دوره با انرژی تر و باحال‌تری هم هست. حالا اوایلش به هر حال بچه‌ها از فضای دانشگاه میان تا یه ذره جا بیفتن تو دانشگاه، تا یه ذره فضای متفاوت رو ببینن و اینها، یکم طول میکشه، ولی بعدش به نظرم دوران خیلی باحالیه براشون. خودتون برگردید به عقب، به
دکتر حسنی اون سال در واقع چی میگی؟ ما خیلی درس میخوندیم ولی حالم میکردیم. من یادم ما یه گروه 14-15 نفره بودیم، با هم درس میخوندیم، پروژه انجام میدادیم. حالا این وسط بیرونم میرفتیم، مثلا برام تولدامون رو میگرفتیم، از این کارا میکردیم و خیلی خوش میگذشت بهمون. الان دیگه اون جمع نیست، یعنی تقریبا از اون جمع فقط 2 نفر ایرانیم، هیچ کی دیگه نیست و بنابراین عملاً چنین چیزی وجود نداره. ولی بچه‌ها تا دوره‌های کارشناسی هستن، حداقل دوستاشون و اینا هستن، یه ذره هم خوش بگذرونن. من همیشه توصیه که به بچه‌ها میکنم اینه که تجربه کنین. یعنی معدل مهمه، یعنی اینو هر کی میگه معدل مهم نیست الکی میگه. یعنی شما هر جا بعداً بخوای برید اپلای بکنی، کار بکنی فلان اینا، اون معدل رو یه نگاهی بهش میندازن. اپلای و اینا که خیلی معدل مهمه. بنابراین خب همیشه حواس بچه‌ها باید به درسشون، به نمره هاشون و اینها باشه، اون به کنار. ولی کنار این من توصیه‌ام اینه که بچه‌ها تجربه کنن، دوستی داشته باشن، انواع تجربه‌های خوبا، خط قرمزایی هم داشته باشن، خنده آره، با رعایت حالا یه سری احتیاطایی که قطعا خودشون میدونن و یه سری نکات عقلانی و اینها. من هر وقت میگم سر کلاس بچه‌ها میگم بریم سر پارک مواد بخریم. نه آقا، من اینو که نگفتم. ولی تجربه کنن، رفاقت درست کنن، دوستی درست کنن، خوش بگذرونن، تایمای خوب داشته باشن. اینا بعداً یادشون میمونه، همین این تایم. چون کارشناسی که بشه کارشناسی ارشد، دوره عوض میشه، بعد جدی‌تر میشه همه چی، بعد برن سر کار، اینا دوستیات از هم میپاشه، یه سری اپلای میکنن، ملت میرن سر زندگیشون، اینها از این تایم بعدم انرژی افت میکنه. این من الان خودمو که دارم میبینم تو این سن و سال، خیلی انرژی نسبت به دوره دانشجوییم کمتره. اون وقتا چو به خدا 4-5 ساعت میخوابیدم، اصلا عین خیالمون نبود. الانم البته فکر نمی‌کنم ولی الان خسته میشم. اون موقع خسته نمیشدم. بعد انرژی این که بچه‌ها بتونن هم یه چیزای جدید یاد بگیرن، یادگیری یه چیز جدید، یه موضوع جدید، اینا خیلی توی اون دوره دانشجویی میشه اتفاق بیفته. ولی خب میدونید نکته بدیش اینه، بدی زندگی، بدی این دنیا اینه که همه چی لیمیتد دیگه، ترید آف باید بکنی. یعنی همون اصل اول اقتصاد که میگیم محدودیت منابع، اون هست. یعنی اگه بخوایم درس بخونیم باید از زندگی سوشالمون و اینها بزنیم، یه ترید آفی، ولی یه تعادلی بینش برقرار بشه. من الان که اینجا هستم خیلی توصیه نمی‌کنم که آقا صبح تا شب همش درس بخون، نمیدونم فلان اینها. نه، به نظر من باید بچه‌ها یه سری چیزایی تجربه بکنن توی سن‌های پایین‌تر که بعدن که سنشون اومد بالاتر این تجربه رو گذرونده باشن، آگاه‌تر باشن. چون زندگی که فقط همین درسه و اینها که نیستش، که دوستی درست کرده باشن، روابط مختلف درست کرده باشن، تجربه کرده باشن، ضربه هم خورده باشن، اب نداره یکم، ولی به جاش تجربه کردن. ولی خب میگم درس اولویت. درست شدم. حرف از این شد که یک تیم 15 نفره 16 نفره بود که 2 نفرشون الان موندن. پس حالا مثلا یکی از سوالام راجع به بحث شاید مهاجرت و رفتن بود که امروز و دیروز نداره انگار. همه میخوان برن، جاش عوض میشه، لوکیشن مقصدا معمولا عوض میشه به تناسب دوره و زمونه. دقیقاً. سوالم اینه که اصلا یکی اصلا شاید شخصیه، چی شد که مثلا از اون اکیپ 15 نفره شما مثلا نرفتید؟ چه انگیزه‌ای داشتید که نرفتید؟ تصمیم خیلی شخصیه. من به بچه‌ها توصیه نمی‌کنم برید یا بمونید، کاملا به خودشون ربط داره. یعنی کاملا به زندگی شخصی، به تجربه‌های اون فرد ربط داره. من تو دوره‌های مختلف زندگیم دلایلش متفاوت بود. یادم اون موقعی که کارشناسی ارشد بودم سال 92 اینها، خب شرایطم شرایط خوبی بود، واقعا شرایط مملکت خیلی بهتر از اینا بود. مثلا استادم خیلی تشویقمون میکرد که بمونید اینجا کار بکنید، یه مشکلی از مشکلات مملکت رو حل بکنید و اینها. و خب ما به همین دلیل موندیم، دوست داشتیم اینجا کار بکنیم و کمک کنیم، یه دینی ادا بکنیم، واقعا یعنی دور از همه این حالا چیزای قلوبای الکی اینا، واقعا به همین دلیل بود. مثلا پروژه کارشناسی ارشد خودم واقعا
خوب بود، یعنی پروژه بزرگ صنعتی بود، منجر شد به تغییر قوانین و این حرفا تو حوزه موتورسیکلت‌ها، آلایندگیشون اینها. خوب، ولی خب قبول دارم که الان واقعا بچه‌ها شرایط، یعنی دورنمای آینده دورنمای درستی نیست و احتمالاً تصمیم اکثر بچه‌ها اینه که برن و خب منم هیچ وقت نمیگم بهشون که برید یا نرید، تصمیم شخصی خودشونه، تو هر کدومش بتونم کمکشون میکنم. اینکه چرا من موندم، میگم اون دلیلش اون بود و بعد از این موقعی هم میدونید اگه بچه‌ها میخوان برن بهتره که توی سن‌های پایین‌تر برن. هرچی سن میره بالاتر سخت‌تر میشه به دلایل مختلف. اولا اینکه یه ذره اینجا شروع میکنن بچه‌ها جا افتادن احتمالاً، بعد ترکش سخت‌تر میشه، انرژی کمتر میشه، شما وقتی میری باید انرژی زیادی داشته باشی در مقابل خیلی چیزا تحمل بکنی. دومش بحث‌های خانوادگی هم هست. به هر حال مسئولیت‌های خانوادگی اضافه میشه، بعضی‌ها ممکنه وابستگی‌هایی داشته باشن، اینها هر چقدر سن میره بالا بیشتر میشه و مثلا از یه جایی به بعد دیگه اینها اجازه نمیده که احتمالاً بچه‌ها برن یا خیلی سخت‌ترش میکنه. مثلا واسه خود من هم تقریبا همین چیزا بود. اگه برگردید عقب ممکنه برید؟ یا حداقل اینجوری بگم اگه الان خود 10 سال پیشتون بود بهش میگفتید برو؟ بستگی به ابجکتیو داره، اینکه مثلا اون تابع مطلوبیت رو چی میخوایم تعریف بکنیم بهمون. من الان نمیدونم که مطلوبیت با تابع مطلوبیت الانم واسه اون موقع هم میخوام تصمیم گیری بکنم سخته. شاید اگه اون موقع بود بهش میگفتم بری بد نیست، حداقل از لحاظ موقعیت کاری، از لحاظ درآمدی و حتی تجربه خوبی هم هست، یعنی واقعا تجربه خوبیه اینکه بری با فرهنگ دیگه توی جای دیگه، اینها تجربه خوبیه، من اصلا نمیگم که نداشته باشن بچه‌ها و واقعا ارزشمنده. شاید مثلا میگفتم اون تجربه بد نبود، ولی حالا اونقدرم ناراضی نبودم، هرچند که از لحاظ موقعیت کاری و درآمدی و اینا واقعا بچه‌هایی که میرن قطعاً راحت ترن. به هر حال توی یک اقتصاد کلان استیبلی میرن احتمالاً که مثلا تلاطمات اینجا رو نداره، موقعیتاشون موقعیت‌های کاری به خصوص اگه خوب درس بخونن، رزومه خوبی داشته باشن، به هر حال میتونن یه شغل خوبی دست و پا بکنن، بعد آروم آروم زندگیشون رو بسازن و اینها. بنابراین خیلی سخته که من الان بگم به خود 10 سال پیشم که برو یا نرو، ولی میگم چون من فقط همون بحث فردیم نیست، نبود و نیست، بحث‌های دیگه‌ای هم کنارش هست، بحث‌های خانوادگی کنارش دارم و اینها. از این نظر نمیتونم خیلی جواب درستی بدم، ولی خب اون موقع اون دغدغه‌ام هم کمتر بود. شاید اگه مثلا اون موقع بود بعدم نمیومد الان که مثلا تجربه داشته باشم، ولی از اینجا بودنم به هر حال خوبیای خودش رو داشت، یعنی خیلی هم ناراحت نیستم واسه شو بخوام. امیدوارم روزی برسه که شاید برای زندگی بهتر هیچ دانشجویی لازم نباشه که از کشورش بره. امیدوارم واقعا. من درک میکنم که بچه‌ها الان همشون مثلا میاد میگن که خب ما مثلا دورنمای زندگیمون چیه، مثلا 5 سال دیگه میخوایم چیکار بکنیم، بس چجوری زندگی اداره بکنیم، چجوری زندگی بچرخونیم. کاملا بهشون حق میدم و خب اونور برای خودشون چیز بهتری رو میبینن و حتی اگه مثلا من نمیدونم چقدر درست باشه یا غلط چون تجربهشو ندارم، ولی خب کاملا حق دارم بچه. نمیام بهشون من چند وقت پیش داشتم این مثال عددی و دکتر حساب میکردم. خب غالبا یکی از غایت‌های زندگی آکادمیک خفن توی ایران میشه هیئت علمی شدن. بالاخره کلاسی داره، خیلی در واقع شخصیت مقبولی داره در جامعه و بالاخره یک خیلی پرستیژ درست داره، یک میشه گفت شغل خیلی درست حسابیه. داشتیم جمع میزدیم اگر یک کسی هیئت علمی شه، درآمد ماهیانه‌شو دست نزنه هر ماه، اصلا بهش فکر نکن، همین هر روز مثلا بذاره کنار، اصلا به زندگی شده مثلا فکر کنم تا زمانی که مثلا چند 20 30 سال 40 سال 50 سال نمیتونست با پول الان خونه بخره. آره نه اصلا لازم من که بچه‌ها توصیه میکنم حداقل سمت هیئت علمی نیاید، یعنی یا دکترا نخونین، چون کسی که باید دکترا بخونه که واقعا بخواد بره تو کار آکادمیا. حالا البته یه هدف دیگه از بچه‌ای که دکترا میخونن که میخوان اپلای بکنن، اون جدا، یعنی بهونه مهاجرت اون جدا، ولی واقعا کسی که
دکترا باید بخونه که واقعا بخواد تو کار آکادمیا باشه، یعنی بخواد بره تو دانشگاه شروع کنه کار کردن، ریسرچ کردن، با دانشجو کار کردن، درس دادن اینها. و خب واقعیتش اینه که الانی که داریم با هم صحبت میکنیم حداقل از لحاظ اقتصادی نمیصرفه. یعنی اگه صرفاً یکی بخواد به این قضیه اکتفا بکنه نمیصرفه، مگر اینکه یه زندگی خیلی اکونومیکی داشته باشه، یعنی خودش تنها باشه اولا، بعد بی‌خرج باشه، تفریحات بی‌خرج، فیلم دانلود کنه ببینه، از این کارا هیچ نه، اهل غذای بیرون نباشه، اهل کافه نباشه، خونه هم داشته باشه یا حداقل مثلا با پدر مادرش زندگی کنه، اینا اونجوری آره میتونه زندگیشو ادامه بده. اونم الان ولی بیشتر از اون سخته واقعا، ولی ممکنه بشه. ان شاءالله که درست باشه. باید امید داشته باشیم ان شاءالله. بریم سراغ سوال بعد. حالا خیلی بحث می‌شد، گفتیم که مثلا شاید سمت دنیای آکادمیک صرف یا هیئت علمی شدن بره شاید سخت بشه این شرایط. لزوما هر پوزیشنی بخواد طرف بمونه اینجوریه؟ نه ببین واسه بچه‌هایی که بخوام بمونن به هر حال راه هست، فقط باید مثلا بچه‌ها اهل این باشن که کار بکنن، یعنی شروع بکنن کار کردن، چند تا مهارت یاد بگیرن، نتورک درست بکنن برای خودشون، ارتباط بگیرن با بخش‌های مختلف. مثلا بچه‌ای که میخوان بمونن خیلی خوبه که تو دوره مثلا تحصیلیشون، حداقل تجربه خود منه، شروع بکنن با جاهای مختلف ارتباط گرفتن، مثلا از طریق انجمن‌های علمی مثلا شروع بکنن ارتباط بگیرن، تو این فعالیت‌ها مشارکت کنن با 2-3 تا صنعتگر، شرکت‌هایی که هستن، استارتاپ‌های دانشگاهی که مثلا ممکنه حالا اساتیدشون داشته باشن، شروع کنن با اینا ارتباط گرفتن و تو اینا جذب بشن بیان بالا. به هر حال میتونن که یه مسیر خوبی رو انشالله داشته باشن. من فقط بحث آکادمیاشو گفتم که مثلا خیلی به صرفه ممکنه نباشه، ولی خب مسیرهای دیگهش در دسترس‌تره، به صرفه تر میتونه باشه، بچه‌ها میتونن موفق بشن توش. این همه الان استارتاپ هایی که ایجاد شده، کسب و کارهای خوبی که همه بچه‌های دانشگاهی ایجاد کردن دیگه، فارغ التحصیلای دانشگاه‌های تاپ مملکتن، ولی به هر حال یکم سخت‌تره اونجا، یه ذره استریت فوروارد تره. ولی واسه کسایی که مثل خود من یا بچه‌های دیگه‌ای که دوست دارن بمونن و میخوان اینجا کار کنن به هر دلایلی، یکی خانواده‌اش، یکی دوست داره، اصلا راحت تره که بمونه، بحث مثلا مثلا ممکنه حس وطن پرستیش باشه، هر کی به یه دلیلی بخواد بمونه قطعا اینجا میتونه که به هر حال کار بکنه، پیشرفت بکنه، وضعیت زندگی خودش رو بهتر بکنه. فقط باید چیز باشه دیگه، بپذیره که باید کار بکنه، یعنی باید بره دنبالش. نه حتی یه رشد انفجاری هم نسبت به اونی که اون کاملا ممکنه، یعنی تو این وسط، تو این نتورک ممکنه یه دونه پوزیشنی براش جور شه، یکی ایده‌ای به ذهنش برسه و خب بهتره کنه اون وسط و خب همون رو بگیره. مرسی. بریم سراغ سوال بعدی. خب دکتر، بریم سراغ شاید پارت آخر اپیزودی که در خدمتتون بودیم. یه خورده این پارت رو خودم بیشتر دوست دارم، یه خورده شاید فضا رو کمی ایموشنال میکنه. دکتر، من چند تا کلمه به شما میگم، به ترتیب یکی یکی بهتون میگم. شما اولین شاید جمله، عبارت، کلمه‌ای که به ذهنتون میرسه متناسب با اون کلمه‌ای که من میگم بیان کنید. حس و حالتون رو اصلا بگید نسبت به اون چیز. ممکنه یه شیء باشه، یک شخص باشه، هرچی. خب کلمه اولی که میخوام بهتون بگم شاید خورده حالا کلیشه‌ایه، ولی خب شما حس و حالتون رو بگید. دانشگاه امیرکبیر. دانشجوهای خیلی باحال. زبان ژاپنی. خیلی زبان باحالیه، یه دنیای دیگه. من روی این بعد از شما یه سوال دارم. دکتر عباس ملکی. استاد راهنما یا دیپلمات؟ دیپلمات کارکشته. پالادیوم. جلسه. چطور؟ اینا کجا بودی؟ دیگه دکتر به ما رسیدن از پشت صحنه خیلی در پالادیوم دیده شدید. یه بار خیلی دیده شده. ما احساس کردیم، به ما گفتن شما خیلی پالادیوم میرید. نه والا
شاید اشتباه رسوندم کسی که به ما میرسونده. ماچا. دوست دارم. خیلی خوبه. انیمه. خیلی خوبه، توصیه میکنم. توصیه میکنید؟ انیمه خاصی هست استثنا الان بخواد پیشنهاد بدید؟ نه خیلی سلیقه‌ایه ولی توصیه میکنم. واقعا انیمه چیز باحالیه، چون زندگی واقعی یه ذره اذیت کننده است ولی دنیای انیمه باعث میشه آدم بتونه تحملش بکنه. کمان. تفریح شبانه من خیلی آره هر شب نگاه میکنم، خیلی باحاله. خب این ستای آخری خود شبیه همن ولی هر کدومو یه مدلی شما بگید. ورودی 400 انرژی. خیلی بچهای باحالی ان، واقعا دوستشون دارم همشونو. لذت بردم از تمام کلاسایی که با بچهای 400 انرژی داشتم، لذت بردم. یه سال بعد ورودی 401 انرژی. یه کلاس بیشتر باشون نداشتم ولی خب بچهای 400 یه چیز دیگه. بچهای 400 آقا اینا پخش میشه من ویدیو بچهای 401 میبینم. آره. نه بچهای خوبی ان، یه کلاس باشون داشتم. اینکه من با بچهای 400 ارتباط عاطفی بیشتری گرفتم. آها. ورودی و در نهایت هم حالا خیلی زیاده من بخوام همه رو بگم ولی ورودی 402. نه گفتی ببخشید 401 گفتی 401 من با 403 قاطی کردم. نه 401. آها نه اینا هم بچهای خوبی ان بابا، دو تا کلاس با هم داشتیم. یه لحظه مغزم پرید. آره بچهای خوبی ان، اینا هم بچهای خوبی ان ولی خب باز هم 400 ها رو من ارتباط عاطفی بیشتر شده بود باشون. خب بچهای 403 به شما نامحسوس اشاره کردیم. آره اونا یه کلاس ولی نمیتونم تصمیم گیری بکنم، با یه داده نمیشه تصمیم گیری. یه ورودی دیگه هم دارم میگم باش دارید. 402 خیلی فرق داره برای من. اولین سری دانشجوهایی بودن که من اولین کلاسمو باشون داشتم، برای همین دوستشون خیلی بهم خوش گذشت باشه. شاید یه حس خاصی. آره یه حس خاص دارم باهاشون. و آخریش هم حالا ورودی 404. بچه‌ها خوبی بودن، این ترم با هم کلاس داشتیم. به نظرم بچه‌هایی ان که خیلی هاشون موفق میشن. خیلی بچه‌های پیگیری بودن. فکر کن کلاس 7:45 صبح باشه بعد 20 نفر سر کلاس باشن. مثلا انتظار نداشتم. ترم‌ها قبل همیشه وسط ترم که میرسید مثلا من که صبح می اومدم چراغا رو باید روشن می‌کردم، بعد یه نفر ته کلاس خواب بود، نمیدونم 3 نفر هم نشسته بودن تا 8:30. من می اومدم همه نشستن سر کلاس. خیلی عجیب. خیلی خوب دکتر، حالا تقریبا اسامی که می‌خواستم بگم تموم شد. یه خاطره‌ای دارید حالا در واقع بچه‌ها به من میگفتن راجع به بحث ژاپن و تجربه کاریتون با اون یه توضیح راجع به اونجا به من میدید که چی شد؟ آره من اون دوره‌ای که دانشجو بودم تو دوره کارشناسی ارشدم با یه استادی کار می‌کردم به اسم دکتر وحید حسینی. خب آدم خیلی بزرگی بود، الان کانادا رفتن. ولی خب اون دوره‌ای که بود ایران بود خیلی کار کرد، خیلی کارهای زیادی انجام داد، پروژه‌های مختلف و اینا. یه پروژه‌ای داشت با آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن جایکا تو شهرداری تهران. ایشون مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بود. منم همه کارام رو آلودگی هوا و اندازه‌گیری آلودگی و اینها بود. یه نحوه خاصی از اندازه‌گیری که بهش میگفتن RDE، من اینو خیلی کار می‌کردم و تقریبا تنها کسی بودم که اینو کار می‌کرد اون موقع. برای همین یه بخشی از این پروژه هم به این قضیه ربط داشت. دکتر اومد و گفت بیا تو اینو انجام بده و مثلا من تو این پروژه وارد می‌کنم، تو بیا اینجا از طرف دانشگاه بیا این کارا رو انجام بده. و این شد که من حالا چون اون پروژه ظرفیت سازی هم بود، یعنی اینکه دولت ژاپن یه سری شرکت‌های متخصصین رو می‌آورد اینجا با هم کار می‌کردن، بهمون آموزش میدادن، تجهیزات میدادن اینها. و خب من با اون همکارای ژاپنی که شروع کردم کار کردن، نمیدونم چرا تصمیم گرفتم برم زبان یاد بگیرم. البته شاید برمیگرده به دوران بچگی ماها هممون دهه‌های 60 70 و اینها بدون اینکه بدونن از بچگی بهشون انیمه نشون میدادن ولی خودشون نمیدونستن که دارن انیمه میبینن. و خب چون این بوده همیشه یه کانکشنی من حس میکنم داشتم با این قضیه و دیگه این تریگرش کرد و رفتم یاد گرفتم به صورت خودخوان. یادم خودم از روی دولینگو و اینا اول شروع کردم یاد گرفتن، بعد می‌بردم اشکالاتمو از مترجم ژاپنیا و خود گاهی وقتا یه رئیسی داشتیم به اسم ماهدا از اون میپرسیدم و اینها. دوران خیلی خوشی شد.
بعد از اون دورانم ادامه دادم دیگه. زبان ژاپنی زبان سخت ولی خیلی خیلی باحال، خیلی خیلی باحال، شیرین و آهنگین و قشنگه، با اینکه نوشتارش خیلی سخته ولی من دوست داشتم ادامه دادم. بعد یه اندینگ بعدی با کرونا یادم مشکلی ایجاد شده بود اگر اشتباه نکنم، قطع شد. نه یه سری مسائل سیاسی اتفاق بود، همین به کرونا بود. یعنی وسط پروژه ما که داشت جاری انجام میشد، خب هی قرار بود تکنسین بره بیاد و این حرفا، خب کرونا شد، پروازا قطع شد یه دوره‌ای و خب پروژه طول کشید. بعد هم یه سری مشکلات سیاسی ایجاد شد و کلا پروژه به سرانجام نرسید. یعنی اون پروژه به اون هدفی که باید شاید نرسید تمام و کمال، ولی برای من خوب بود. تجربه خیلی فوق‌العاده‌ای بود برای من، هم با اینکه با یه سری آدمای جدید آشنا شدم، هم زبان جدید یاد گرفتم و بعد اون زبانم کلی آدمای جدید پیدا کردم. یعنی رفتم توی دانشکده مطالعات جهان، دانشکده زبان، کلاس‌های مختلف دیگه. بعد کرونا باعث شد که کلاس آنلاین بشه، کلاس آنلاین به وجود بیاد، بعد همون باعث شد که کلی من زبان یاد بگیرم. درسته، خیلی هم عالی. دکتر سوالی هست که می‌خواستید ازتون بپرسم یا بد نبود میپرسیدم و حالا ما فراموش کردیم بخواید بگید؟ شاید این تریبون یکی از مثلا تریبونایی که تو این سالا مثلا همه دانشجوها مخاطب شما هستن. خیلی بحثامون متنوع بود، یعنی از تفریحات و دانشگاه و همه اینا صحبت کردیم. من بخوام یه چیزی تش بگم، همون چیزی که یه بار دیگه هم گفتم اینجا، یادمه یه بارم رئیس دانشکدهمون، اون موقعی که ما دانشکده مکانیک بودیم، یه باری که رئیس دانشکده ها هم اینو گفت، ما اون موقع نفهمیدیم. اون موقع دانشجو دکترا بودم، نفهمیدیم. ولی همون بحث تجربه کردن است. یعنی شاید مثلا قبلا مثلا چیز پسندیده بود که همینجور درس بخونیم، فقط فکر و ذکرمون درس باشه، هیچ کار دیگه ای نکنیم و اینها، باعث میشه آدما تک‌بودی بشن تش. به نظرم یه توصیه‌ای داشته باشم به بچه‌ها بکنم بر اساس تجربه خودم ها. من نصیحت کردم بدم میاد. من رفته بودم مصاحبه هیئت علمی صلاحیت عمومی، بعد مثلا یکی ازم پرسید که مثلا با این مثلا نسل جوان و اینا تو میخوای چیکار کنی؟ گفتم من بابام نصیحتم بکنه قبول نمیکنم، خودم بیام کسی نصیحت کنم من فایده، فقط تجربه خودمو دارم منتقل میکنم. ممکنم از غلط باشه، ممکنم از زمونه عوض بشه، اصلا همینا. من فکر میکنم که یعنی که خودم باشم بخوام به خودم توصیه بکنم، میگم که تجربه‌ای که کردم نشون میده بهتره که بجز درس خوندن کارهای دیگه هم کرد. میشه پذیرفتن یه سری مسئولیت‌ها باشه توی دانشگاه که مثلا بچه‌ها یاد بگیرن یه سری کارهایی رو مثلا به ددلاین برسونن، یه سری کارهای جنبی انجام بدن تا حدی که به درس نمره‌هاشون حالا خیلی هم زد به نخوره. دوستی درست کردن، تجربه کردن به هر حال دوستی‌ها و روابط و این حرفا، به هر حال با رعایت حالا هر چیزی که خطوطی که وجود داره. یا خاطره ساختن، خاطره بسازن بچه‌ها. این دیگه این دورانه که میره بعد هی مشغول زندگی و نمیدونم مسئولیت‌ها و اینها میشن، اصلا دیگه نمیتونن خاطره بسازن. من همه خاطرات خیلی باحال خفنی که دارم مال دوره کارشناسی، بلاهایی که سر هم می آوردیم، بیچاره می‌کردیم. هم یه دونه بود خیلی نمره‌ای بود یکی از بچه‌هامون، ما اینو یه بلایی به سرش آوردیم، بعد فیلمش هم گرفتیم، فیلمش هم نگه داشتیم. یعنی بلایی به سرش اومد که توی شوک رفت بیچاره. توی فیلم رو پخش کنید. فیلم نه مجوز نمیده، میگه آبروم میره. من چند بار خواستم فیلم رو پخش کنم، مجوز نمیده. ولی یه کاریش کردیم که دیگه انقدر نمره‌ای نباشه. خوش میگذره. آره اون الان خودش سوئده البته. به نیستش، ولی خب همیشه یاد و خاطره اون فیلمو داریم. یادم می‌خواست ازدواج کنه، بهش گفتم ببین خیلی اذیت بکنی، من این فیلمو میام میذارم جلوی همسرت و اینا به هم میخوره همه چی، ببینن که تو چقدر مثلا خنگ بازی در آوردی. بله. مرسی. تو در انتها به ما یک فیلم یا یک کتاب پیشنهاد به نسل حالا شاید میشه گفت جوان‌تر از ما، یه دهه قبل از شما هستیم احتمالاً. یه ذره سلیقه‌مون ممکنه متفاوت باشه، بنابراین کار سختیه. نمیتونم پیشنهاد بدم، من خیلی اهل کتاب نیستم، دروغ نگم، ولی یکی دو تا کتاب باحالی که خوندم واسه بچه‌هایی که دوست دارن مثلا حوزه ها، باید حوزه هاشو دوست داشته باشی دیگه. من اهل رمان و این حرفا نیستم.
ولی یه کتاب از دولت مردان چگونه فکر میکنن دکتر ملکی ترجمه کردن. کتاب باحالیه، یه جور روانشناسی روابط بین الملله واسه بچه‌ای که این دوستان. خیلی باحاله که مثلا یه انسان چجوری فکر میکنه. کلا فکر کردن انسان کتاب چیزی به نظرم باحالیه. اگه بچه‌ها دوست داشته باشن بخوننش، فکر میکنم واسه بچه‌ای که علاقه دارن جذاب باشه. باحاله به نظرم. بعد آخرین کتابی که خودم خوندم چیز بود، یه کتابی بود به اسم ایران تایشی. تایشی در زبان ژاپنی یعنی سفیر. صرفاً به خاطر عنوانش خیلی رفتم انتخابش کردم. خاطرات یکی از سفرای ایران، که چند سال سفیر ایران در ژاپن بوده، می‌خواستم با فرهنگشون اینا بیشتر آشنا بشم. خوندم. خیلی اهل کتاب نیستم، ولی فیلم و سریال من انیمه بیشتر دیدم فکر کنم متاسفانه. بنابراین این خیلی سلیقه‌ایه بخوام توصیه بکنم. پادکست. یه پادکستی بود یه چند وقت گوش میدادم به اسم، در واقع پادکست به هدف پادکست درست نشده بود. نمیدونم بچه‌ها چقدر با آقای محمد رضا شعبان علی آشنا باشن یا نباشن. آدم باحال و بزرگیه. یه پادکست داشت به اسم اصول فنون، پادکست مذاکره، که در واقع ایشون یه بار یه کلاسی رو ارائه دادن رو اصول فنون مذاکره، اونو پادکست کردن. به نظرم شنیدنش باحاله، اینکه مثلا بچه‌ها یاد بگیرن که مثلا واسه اینکه کارشون رو جلوتر ببرن چه جوری یه چیزی رو مطرح کنن، تو چه ستاپی مطرح بکنن، چی رو بگن چی رو نگن، اینا میتونه باحال باشه. خیلی ممنون از شما بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید دکتر. خیلی لذت بردم از شما. ممنونم. انشالله که بتونیم باز هم تو جایگاه مختلف در خدمت شما باشیم. خیلی خوشحال شدم. واقعا ممنون از شما و مرسی که اینقدر کار باحال میکنید. ما نمی‌کردیم این کارا رو توی دوره دانشجوییمون. یه چیزایی مثلشو داشتیم ولی انقدر مثل شما خفن و اینا نبودیم. یادم ما هم یه مجله داشتیم اسمش نامه مکانیک شریف بود. مجله دانشکده مکانیک بود. ما تو اتاقش جمع می‌شدیم، درس می‌خوندیم، چه می‌دونم پروژه انجام میدادیم، مهمونی می‌گرفتیم، بعضی وقتا مثلا تا جشن تولد واسه هم دیگه می‌گرفتیم و اینها. خیلی لذت می‌برد. ولی کار شما کار خیلی باحالیه و میگم ندیدم مثلشو تو جای دیگه. موفق باشید. ممنونم. بدرود.